احتمال داره مثلا رئیسی مثلا داره میره سر کار با رانندش رفیق باشه، رانندش مثلا یارو اهل حال باشه، میگه آقای رئیسی یه لحظه آیسان نگاه میکنی کی هست این آقا؟ اینه بهش میگن آیسی آقا آمریکاست، با ماست یا با اونوریاست. این کسکش حاجی تکلیفش اصلا معلوم نیست. این یه روز همه رو پشت خار مادر میده، بعد فردا خوب میشه اینا. خب بده ببینم. وای صحبت چوچولم میکنه. آره آقای رئیسی بدجور. ای والله بعد این پسر خیلی خوبیه. آره. نهار خورد نه این رژیمه فقط شام میکنه. شوخی کردم. قدیر اذیت نکنین تو رو ابوالفضل. آره من شوخی کردم. آره قربانت. قدیر تو رو بگیرم من تو رو نشون بده. وای پدر آیسی عقاب را گرفتن. بعد قدیر اومد بیرون مصاحبه با این شباب. آره اونجا غذای من قطع کرده بودن الکی. آقا